سرچشمه تامین آبیاری‌کنی زمین‌های کشاورزی شهر حصار این دریای خانقاه و کانال حصار بوده. برای آبیاری میدان‌های کش 39 شبکه آبیاری با طول درازی 211 کیلومتر خدمت می‌رساند. عین حال تمام تکنیک‌های پر اقتدار اداره بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار برای تازه نمودن نهرها و زهر و زهکش‌ها روانه گردیده است. ما در همه قشلاق زندگی میکنیم، اهل اویلوی، اهل جامعه قطعی. من هزار رحمت خدا که من منرسه آب اومده هر سال کانال‌های ما یا جوبرهای ما پاک میکنن. ما نزد حولیگی زمین‌ها آب میتیم، آبای صاف، آبای تازه، دیخونه خوجگی هست. همینا همش از همین آب میتید. 200-300 خوجگی آب مینوشیم. آب نزد حولیگی میشد، آب خوردن مناسب است، تازه میکنن. رحمت که همین جامعه ده که اومده من همین کانال‌های تازه میکنن از خس خاشاک. طبق دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین ساحه جهت همساله زیاد نمودن میدان زمین‌های به گردش کشاورزی وارد شونده، اجرای برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای سال‌های 2012-2020 را تامین می‌نماید. جهت اجرای این دستور از جانب کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار کارهای معین به سامان رسانیده می‌شود. کارها اویدی تازه نمودن زبور و زهکش‌های حدود شهر حصار رفته ایستاده است. موافق نقشه باید تا این وقت 28000 متر کوبی زبور و زهکش‌ها تازه کرده میشه. الکی اداره از اجرای این نقشه برآمد. به غیر از این حالا تکنیک‌های اداره در تازه نمودن زبورهای داخل خواجگی اشتراک دارند. از آن جمله حاضر ما چیزی که دیده ایستاده ایم، اکسکواتور اداره در تازه نمودن زبور دهه یکم می خواجگی 50 سالگی اکتبر اشتراک کرده ایستاده است. از روزهای مساعد آب و هوا استفاده برده دیگر تکنیک‌های کارخانه در تازه نمودن کانال‌ها زبور و زهکش‌های اشتراک دارند. با باوری گفتن ممکن است که امسال موسمی با آب تامین نمودن خواجگی کشاورزی را اداره با پورگی میبراید. پایگاه‌های آبکشی حدود شهر حصار پوره از تعمیر خوب برآورده شده است و در حالت کاری میباشند. از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولناکی زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شده، زمین‌های کشاورزی که حالت ملیاراتیوی غیر قناعتبخش داشتند به حالت قناعتبخش برگردانده شد. در این روند متخصصان ساحه نقشه دارند که تا آغاز موسم آبیاری زراعت‌های کشاورزی تمام شبکه‌های آبیاری را برای خدمت‌رسانی آماده نمایند.